در همه بیریو در مرا بچه های چی میخواد بیری میخوای مرا چی میخواد یعنی مرا مذاق میکنه عربا در کام ترک چیه استر روزای پنجشنبه و گو سودا میشه و گو سودا نیست اکای روزبک یگان بار گفتن که مرا دستگیری کنه یگان بار رو پرو قطعی اکای روزبک سلام علیک کرده گیاسه کی رفت اتاق یگان خونه کی رفته چی نشو رفته و میگه دختری ما خونه سنگه و کام تر بیتر ایامو سبب میگن اکای سایجان ایامو سبب میگن یا شاید نمیخوان که شما اویلای کم بغلین اویلای که تو یگان جو درآمد نداره ایامی صبح گپ تو میگن که مقصد دختر ما خونده سه دختر اون اخلی دوستان عزیز اخی ما چیکار کنم شخصا ما خودم ساغره در درون قشلاق کلان شدگی اومدگیم کجای میرم قطعی کم بغل ما روبرو میشم قطعی مردم عذابیده ما روبرو میشم خیلی ما چشم میپشم ای بالای همه میگذارم که چی میکنه اسپریم چک میسپریم پانسینگا بود دست میاد یک کیلو قند میگیریم میریم خونه چه گفتم غریبی از آب دارم باور نکردم گپای شما را رحیم پروداکشن سلام عرض میکنم با کلی تماشابینان سامانه رحیم پروداکشن و با کلی آن نفرانی که این لحظه ما را تماشا دارند و سلام خود را به هر یک شما میرسانم. اینک ما باز در این اومد ماه شریف رمضان و اومد بهار نازنین در ناحیه تیمور ملک کنگورتی باسونی قرار داریم. این شخصی که رو برای ما میبینید یکی از برادران بهترین در ویدیو نوارای پیشینه ما همراه اکای سعیجان یک دو برنامه کرده بودیم که به نهایت آواز خوب دارد سراینده بهترین است اما متاسفانه دستگیری نیست با بعضی سبب‌های زندگی نتونستیم ما برادر عزیز یگان دستگیری کنیم و یگان ویدیو کلیپش ببریم متاسفانه باز دوباره واخری ما در همین روز بوده. اکای سعیجان خوش آمدید به برنامه ما. سوزی خوبی و میناداری خود رو با هر یک نفری که هم مخلص شما هستن و شاید شما را نشناسن ای پس مخلص اشده شما شوند سلام خود رو پیشکش می‌کردید. من برای ای گودکی سنفی 7-8 بدم حافظی میکردم در همه بیریو در مرا بچه های چی میخواد بیری میخوای مرا چی میکرد یعنی مرا مذاق میکنه در هر یک کوچه‌ای که در کنگرد میگشتین شما را میقبیدن هر خیر مسخره میکردن برای شروط خونیتون مذاق میکنه این ذوق ای کی در دل شما پیدا شده ای ذوق ای گودکی ما مکتب خونیم در مکتبا در نوروزی حافظی میکردم در شیرخوانی میکردیم در اویله چند کسی یگان اکا برادر داری یا کسی جون؟ نه ما ندارم 4 اکا داریم یا یک شما در اویله یک پسری نه؟ بچه تنها با چیکار رو مشغولید؟ زندگی شما را سطح زندگی شما چی خیلی میخواهند که همین مردم احوال شما با خبر شوند پس برای چی کنگرد بسیار شخصیت های بزرگ داره بسیار سراینده های بزرگ داره نسبت چنین نفران دستگیری نمیکنه سبب در چی باشد؟ یگان کس یگان بار شما را دعوت کردگی که بیا مثلا در فلان جا سرود بخون فلان جا دستگیری میکنیم همه خیلی حالت بود بود اگه که باید توی در خونده مکه آوازمون پس بالا میکنه میخواد حافظه کنه بسیار مذاق مونده کننده یگان حافظ شما را دستگیری کردگی است؟ نه کی در زندگی کی شما را بسیارتر دستگیری کردگی کدام رفیق دوست برادر کی شما را در جدای صنعت برای مینیسوف که برای یگان دستگیری کی کردگی مرا کی شیرالی دولت کردگی برای مینیسوف که برای می شیرالی نو دادگی برای می اکرام کردگی یعنی شیرالی شخصانی که مثال میشناسین دختر عزیزی ما فرزندی پدرم میگم خطا نمیکنیم شاگرد بهترین من یکی از چهره‌های شناخته گروه رحیم پروداکشن با تخلص دیگه کلمر میگن انمو شخصیت میگه دوستان عزیز و یک چیز دیگه را خاطررسانی کنم که چیلرم انمو آدم دا پیشنهاد کردگی که ما برنامه‌اش کنم دستگیریش کنم مقصد در همین کنگرد کدام نفری را که میبینید ما دستگیری میکنم یا برنامه‌اش میکنم انمو آدم مرا گفتگی به نهایت دلی صاف داره دلی پاک داره و نسبت چنین نفرا میخواد که دستگیری شود دوستان عزیز شاید بسیار بنویسین که این کیه چیه شما در برنامه دعوت کردین یا فلان حافظه نامی را دعوت نمیکنین برای پیش چندین حافظه رفتیم نامردن کورنامه کن با کدام خاطر دوستان عزیز که وقتی که دروزه حافظ شدگان یا حافظه شدگان میبرن وقتی که زنگ میزنیم میگه اپاجون اکاجون میخوام در برنامه اشتراک کنیم برنامه چیه نام برنامه چیه میگه ای من نمیتونم اشتراک کرده مقصد یک خیلش
با سینی برنامه ما با برنامه ما اهمیت نمیده خشون ای دیگر جا میگن که فکر نمیکنن که خشون ای درون قشلاق برآمدگیان همه در درون قشلاق برآمدگی کدام سرانده نامی میبینی نه که اکثریت چه زنگ میزنم شاید اگه نواری مرا سرانده تماشا کنن محض میدونن که با کی تعلق داره دوستان عزیز ما شخصا خواستم که ای چونین سرانده هایی که مثال کانتر آبرو دارن کانتر عزت احترام دارن در انم روی اکران میبیننشون پروستا خیال میکنن بهترین آدمای محض دروغای بعضش بهترین آدمای نه که اکثریتش در روی اکران خودشون بهترین شخصیت ایشون میتونه که پشت کامera دیگه چیزای ما خواستم که تصمیم گرفتم که ای چونین نفرانی که گپ ما را نمیگیرن سخن ما را دزدمی میمونه خودشون ها کلونای بالا میگیرن انم خیر شیر بچه‌ها را دستگیری کنیم برای مردم غریبان برای ما این خوبه که تا که زندگیش بهتر میشه و شاید برای شما معقول شود و حاضر یک سرود بهترین با کلی مردم غریب از جانب اکای سعید جان بخشیده میشود و گوش میکنیم اوید سرودخوانی انم برادر عزیز فکر عقیده را در کامنتر مینویسیم که آیا آواز همه با طلبات جوابگو است میتونیم که ما از همین یگان سرود بهترین برای شما پیشکش کنیم و چونونه که میگن اکای سعید جان مرحمت یک سرود خود رو با کلی مردم غریب پیشکش میکنه با کلی غریبان یک سرود نو چکدیم تیار کردین یعنی ها تیار کردیم همین را بحری همه غریبان پیشکش میکنیم ها پیشکش میکنیم رفتیم اکای سعید جان اوچا جان در غریبی بیمار یادی اوچا یادی وطن مدار اوچا جانم با پیش پای خاکی تو ریزایم ای وای غریبم اوچا غریبم ای وای بیمارم من خار و زارم ای وای غریبم اوچا غریبم ای وای بیمارم من خار و زارم اوچا گفتم غریبی از آب دارم باور نکردم گپای شما را دیدم با چشمم همه از آبارم ای وای غریبم اوچا غریبم ای وای بیمارم من خار و زارم ای وای غریبم اوچا غریبم ای وای بیمارم من خار و زارم من خار و زارم بهترین اکای سعید جان بهترین دوستان عزیز اولین برنامه هست که رو بروی کامera اکای سعید جان سرود خونده سعی حتی گابزنیش نگاه کنید در دلش یک هیجان یک ترس انم خیلی حتی لرزیده سعی دوستان عزیز با کدام خاطر که نیست یگان نفر نیست دستگیری کنه یکم رو پروی کامera گاب زدن به نهایت کاری مشکل کاری کنه و اکای سعید جان بعد ختم مکتب اینا با چیکار مشغول شده یگان جا خوندین تحصیل کردین با سودا چی سودا میکنی دی سودا میکنم چخیل کمتر کشود روشن گپ زنید یگان دکانه دیس فروشی داره یگان جای کلان داره که شما دیس سودا میکنید عربا دا کانتر چیه استر روزای پنجشنبه و گو سودا میشه و گو سودا نیست یه روز چند سال کار میکنید فقط روزای پنجشنبه میره نه روزای پنجشنبه دیگه هر روز میره سودا نیست شما یگان دیس خونه یگان جای فیتا فروشی نداره فقط در عربای خود میبرید تنها دیس میفروشید تنها دیس با تری شاپکان دارم یا سودا نیست دیگه شاپکا یه روز چند سال کار میکنید اینی که چی میشه سودا میشه میاد اینی چی سودا دیگه نیست که نمیاد یگان سو میشه سودا میشه دیگه سودا نیست یعنی یگان سوم سودا چند سوم میشه و 100 سوم 200 سوم 50 سوم چند سوم سودا میکنید در روز هیلا کمو 10 سوم 15 سوم میشه که دیگه سودا نیست در یک روز 10 سوم 15 سوم میومید فقط درآمدی شما نه یکنیم چیچ میکنه اسپریم چک میسپریم 5 سوم بود 10 سوم یک کیلو قند میگیریم میره خونه یعنی شما نمو عربای خود را که روزای پنجشنبه بازار که در بازار کنگرتی بوستانی میشوه شما میرین 10 سوم 15 سوم کار میکنین 5 سوم چک پولی میتین و باقی مونده او را 1 کیلو قند میگیرین با در نام عربای خود همراه نام شبکه و دیسکوی باقی مونده با بخونه میاد بخونه میاد زنه شما یگان جای فیتا فروشی تلویزیون خیلی ندارید برای چی شما یگان حافظش قطعی رو برو شیدین که دستگیری کردگی نباشه مثلا رو برای قطعی یگان تشیدگی هستین رو پارو شده ماکا فقط جانو خشنا میگیره ماکا بگن اورا چیز یا
نمیگیرند که فقط خش تاریخشون میگیرند لبه حافظ که جیانایشون میگیرند یعنی شما بیشتر تقلید با کدوم سر آینده میکنید ما آوازم رنگی اکر روزبک فایدالی رنگ آوازای امیر آوازای ما رنگ آوازای همه اکر روزبک یگان بار گفتن که مرا دستگیری کنه یگان بار رو پرو قطعی اکر روزبک سلام علیک کرده هستین همین تیودا کچی تیودا دیدمش فقط چی میکنه حافظی میکنه فقط چی میکنه فقط سلام میکنه تمام میکنه شما وقتی برنامه دا گپ زدن یکم باره که رو پروی کامera ایستاده گپ زدن دا کم کم زبان شما میپیچه در سرودخوانی تو نه سببش در چه شما یگان بیماری هم دارین ما که در کودکی ما که عذاب چیکه هشت بودم که بارامی هر چیز بودم که چی ترسیده بودی اینی که بعد شما که ترس بودم دیرتر اومده بودم که یگان چی را دیدی یگان ساگا که چیکه خودت دفنگی دستاری ترسه ساگ سرم که ایامو حساب کم امی صبح گپ زنی شما میچسبه گپ زنی چی با در سرودخوانی محض امی خیل لهجه ها نیست سرودخوانی اکاد اوزای ما اکاد سرودخوانی دا ما چی میکنه که استعدادی خود داره یعنی در فکر زنگیری در فکر یگان پیشروی نیست یا فقط فکر خیالتون در جدای صنعت زنگیری است و زکات دیره چند کی رفت اتاق یگان خونه کی رفته چی نشو رفته و میگه دختری ما خونه ایسا میگه و کم تر دیتر ده ایامو سبب میگن اکای سعید جان ایامو سبب میگن یا شاید نمیخوان که شما اویلای کم بغلین اویلای که تو یگان جو درآمد نداره ایامی صبح گپ تو میکنن که مقصد دختر ما خونده سه دختر ما اخلی بله همه چیز ایسابی کم بغل ایسابی که در قد راه رو شما را تحقیر میکنن مسخره میکنن که ای سعید جان فلان سرود بخون وقتی که سرود میخونه با سیون کم میکنن هزل میکنن در یگان جو پارتن که اینا دیوانای فلان یا بهانه میکنن اکا بسیار مذاق میکنن با چی با تلفن چی میکنن بایدمون و زابط میکنن این تیره دمی پرتا مذاق میکنن مینویسن تا چیه تاشتن میگه گون دیونه چه میگه خونده سه اکای سعید جان شما زیق نمیشه نیم خیلی حالتون هی ما اکا زیق میشه اکا الله اوکالش با خدا اکا همین اکا باخلی میکنه اکا من نمیکنه اکا حالتی که زیق میشین بیشتر در دیلتون با کی میگین هست یگان نفر که روزی دیل کنین یگان شخصیت نزدیک یگان دوست یگان رفیق یگان پدر و مادر یگان کس که فقط روزی دیلتون بگین نمی اکای نمیدا خونه فقط چی میکنه اکا بشینه فکر میکنه تمام اکا دیگه چی آرزو داری اکا سعید جان ما کودکی اکا چی میکنم اکا حافظی میکنم ما را هیچ کس چی نکرد اسکری نکرد اکا یگان مدام اسکری نکرد یگان کس با شما دستگیری نکرد نه یگان مدام خودشونه یگان بار فکر میکنه که ما یگان حافظی نامدار میشم فکر خطاقتی که فلان میکنه بهمدان میکنه خیلی حالتو در سرتون میاد و امید داره که یه روز ما بخت ما یک آبرو پیدا میکنه هسته امید هسته که بله امید هسته ها فقط یک نفری که باید اما سرشوی روی شما را کشوده کنه یعنی یک دستگیری کنه اگر همه شهر بچه‌هایی که شاید اکثرش برایسته که اگر رایم تو طالبانده فقط می طالبی فقط خیر دوستان عزیز اخی ما چیکار کنم شخصا ما خودم ساغره در دنیای قشلاق کلان شدگی اومدگیم که جای میرم قطعی کم بغل ما روبرو میشم قطعی مردم عذاب دیده ما روبرو میشم خیلی ما چشم میپوشم ای بالای همیو میگذارم که برام یا آدم نامدار که کسان برو گلاسرو کرتای فاسون پوشیدگی دختای یا زن یا مرد یا حافظ سراینده فلان بمادون ما برام همراه سیون کنم دوستان عزیز شما یا برختون در جای ما تصور کنین ما که جای میرم قطعی ما یک کم بغل یک کمیزاد یک مایو روبرو میشم دوستان عزیز نمیتونم شما باید مرا خطا نفهمید تایم با پوشیه ایوب بای مایو بای تایم با مایو ایشالا اگر همه شهر بچه‌ها دستگیری کنن انا مردم غریب دستگیری کنن قول میتی که بهترین سرودو میکنی بهترین یگان سرودی غریبی برام کلی مردم غریب هدیه میکنی با سرودی ناوچ میکنی تیار میکنی یعنی نه دوستان عزیز اگر که دستگیری شوه اینا خواهین میخوای که نمره ختمونو زنگت بزنن میشه قطعیت گپ زنن میشه یگان دستگیری باشه اینا دوستان عزیز
اکا اینمی در پیش نمره خودت گپ زکنم مردم غریب کسانی هستند دستگیری میکنن مثال در پاسپورت میپرتن برای که اولی کارت ندارن یکم برنامه کردن ما همین بود اگر که شما بگین که نه ما دستگیری میکنیم همه کسا سرجم میشیم یگان کمک خود رو دریغ نمیدونیم مثال دستگیری میکنیم ما حتما ما اکای سایجودا با نام نسب خودش کارت میکنیم چکل اکای چلا کردیم و یا برنامه دیگه میکنیم دستگیریش کنیم نمره خودش میگیم نمره چنده اکای سایجون 907 60 85 907 60 85 این همین نمره اکای سایجون های زنگ بزنین ای احوال خودش بخبر شین روزی دروز ای در همی کنگرد زندگی میکنه اون بزرگ یک 3-4 دیسکی دورای سودا میکنه خلاص زندگیش رو انم خیلی پیش میبره بهترین اکای سایجون و دوستان عزیز همه کسا اکای سایجون دستگیری میکنه و در انجام صحبت همین را گفتنیم دوستان عزیز که اکای سایجون اگر دستگیری کنیم بهترین چیز میشه و یک سروی مادر و هر یکی شما زمزمه میکنه از زبان شیرین سایجونی کنگرتی و همه کسا گوش میکنیم دستگیری میکنیم نسبتی اکای عزیز رفتیم اکای جون ایوانی بالا جای گشتی مادرای با مادرم بگین بیایم خبرگی دخترو اکا دادرای با مادرم بیگو بیایم مردمو میگم خولا با جای مادرای مردمو میگم خولا با جای مادرای فندم نکنین سوزش مادر دیگرای با مادرم بگین بیایم فندم نکنین سوزش مادر دیگرای با مادرم بیگو بیایم ای لولا هی لولا زور موها میره می موین داری دیل و زور موها میره می با مادرم بیگو بیایم تو جبر سیتم برای خانه دادیه تو جبر سیتم برای خانه دادیه خانت به خودت مانه موها میرمه با مادرم بیگو بیایم خانت به خودت مانه موها میرمه با مادرم بیگو بیایم ای محبوبین در آسمان اولانه ای محبوبین در آسمان اولانه گل قاقشیده در حسرتی بارانه با مادرم بیگو بیایم مردم میگن ابری سیای بارانه مردم میگن ابری سیای بارانه پدر و مادران دورانه با مادرم بیگو بیایم با مادرم بیگو بیایده با مادرم بیگو بیاید مالادیس اکا مالادیس زنده و سلامت باشی و در آخر یگان چی گفتنه که اما اکوت را دستگیری کنن میشه یگان دستگیری کنن ها ما میگم که یگان که از مرا حالا دستگیری کنه به نهایت کار خوب میشه یعنی ثواب میگیرن دوستان عزیز اگر کی ذره هم باشه دکای سایجون دستگیری کنه بهترین کار میشه و خدا نگهبان تو با رومای آینده میتونید که همراه دکای سایجون زنگ زنید صحبت کنید چه عرض و چی شکایت چی گفتنی دارین همراه خودتون گپ زنید باقی در پناه الله باشین